بار در صنف درس بحث داشتیم استاد مخلص شما میشناسین ظروف مخلص استاد نویسنده انوار القرآن است. این درس بر ما داشت. خب من کدیزی بحث ما خواستم تو بحث ما خواست بیگه بسیار حوصله به تنگ آمده بود دیگه. او قدرم نشد که کد استاد جنجال بکنم فقط گریه کردم. تو گریه خوب سید دل خدای کرد. بعد استاد بشاره بود تا یک تحت تاثیر قرار گرفت. یعنی منظور این احساسی که در وجود جوانان ما هست و اینها را باعث میشه که به اصطلاح تبارز پیدا بکنه در موقف گیری هاش، این را درک میکنیم. و بسیاری وقتا که من میفهم جوانا به خاطر علما را متهم میکنن که امی حس درک نمیکنن، امی حس جوانا را درک نمیکنن، زود و بسیار تند ملامتشان میکنن. این هم خطا هست. ما وقتی خواسته باشیم جوانا را حالت اعتدال در اونا حفظ بکنیم، گپ اولی و ضرورت اولی است که این احساسات پاک اسلامیشان را درک کنیم، این احساسات پاک اسلامیشان را درک بکنیم و این را ارزشمند بدانیم، ارزش این را بدانیم و با حفظ اینمی ارزش او را کم کم در ضوابط شرع مقید بکنیم. یک دفعه هم نمیشه خب که تو یک جوان مثلا در مورد خطا داره بگی خطا به هم میخوره. برو یک موردش که خطا اصلاح کردی باز دیگه یک چند وقت فرصت بده بر از او، باز مورد دو میشه، باز مورد سوم میشه. یعنی معمولا علمای ما چند خطاست بهشون میشه. یکی که در برخورد خود به خاطر مخالفت با این خطا تند میرن. به همین خاطر دیده باشون جوانا مثلا در حالت نوسانن، هم علما در حالت نوسانن هم جوانا در حالت نوسانن. اینطور یک موقف بسیار سالم و دوامدار ندارن. علتش همیست، علتش همی هست. دقت کردین؟ پس انسان همین موارد رو بفهمه و کلی از اینها باز بستگی به انگیزه های درونی ما داره. کلی از اینها بستگی به چی داره؟ به انگیزه های درونی ما که چرا این کارها را میکنیم. هر قدر که اخلاص یک نفر بیشتر باشه، اینمی پروسه بر از او آسانتر است. و هر قدر که ریا در قلب یک نفر بیشتر باشه، این پروسه برش سنگین‌تر و مشکل‌تر و با دوام‌تر است. دقت کردین چرا؟ چون انسان مخلصی زود تسلیم میشه. انسان مخلص به حق زود تسلیم میشه. اما انسان ریاکار چرا؟ چون در دنبال دیگه اهداف هم هست. به دنبال اهداف دیگه هم هست. میتونه یک هدفش برآورده شه و چند هدف دیگهش میمونه. این چند هدف دیگهش که میتونه نمیتونه موقف خود زود تغییر بده. انسان های مخلصی همین خوبی را داره.